انقلاب رو پیش میبریم. چیزی که میخوام بگم صحبت یه خانواده‌ای که عزیزشون رو توی این انقلاب از دست دادن که صدا میلرزه میخوام بگم نتونستن پیکر عزیزشون رو تحویل بگیرن به خاطر اینکه راضی نشدن اون هزینه‌ای که باید رو پرداخت بکنن که این هزینه به عنوان حق تیر در واقع از این خانواده خواسته شده بود. به این خاطر این کار رو نکردن که این هزینه ها دست اینا نیفته که دوباره بخوان باهاشون گلوله بخرن، بخوان حقوق این تروریستایی بدن که بچه های ما رو اینجوری کشتن. خواستم بگم ما داریم توی مملکتمون چنین خانواده هایی که دارن میگذرن از حتی جسد بچه هاشون برای اینکه این انقلاب زنده بمونه و همجوری بچه هاشون نرفته باشه، هم به خاطر احساسات هزینه‌ای رو به حساب اینها واریز کرده باشن که گلوله بشه توی سینه بچه های دیگه.